سلام دوستان عزیز، با آموزش تهیه مربای خونگی در خدمت شما دوستان عزیزم هستم. ابتدا توت‌های رسیده رو ما میچینیم، اونا رو تمیز میشوریم. احتیاج داریم به 1 کیلو توت، حدود 500 گرم شکر و 1 لیتر آب. در ابتدا من شربت این مربا رو تهیه میکنم که اول شکر رو میریزیم، بعد از اون آب رو اضافه میکنیم، در حد کمی مخلوط شدن ما رو هم میزنیم. وقتی که جوش اومد به اون توت اضافه میکنیم. از اونجایی که توت خودش میوه شیرینی هست ما به شکر زیاد احتیاجی نداریم. در ابتدا باید شعله زیاد باشه و بعد از اون ما حرارت رو وقتی که به جوش اومد کم میکنیم. دوستان عزیز، اگر شما شربت این مربا هم دوست داشتی در همین مرحله مقداری از آب اضافی رو برمی‌دارید، کنار میذارید تا خنک بشه و بعد استفاده میکنید. حدود 30 تا 45 دقیقه این مربا تهیه میشه. امیدوارم که اونو درست کنید و از این آموزش لذت برده باشید.